به اخبار آزادی خوش آمدید. سلام بینندگان گرامی، امروز پنجشنبه 30 مارس است و من زرانگیز نوروزشاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان و جهان در خدمت شما. در نشر نوی برنامه این موضوع را داریم. حامیان حقوق میگویند برای رهایی پناهجوی اخراج شده تاجیک از آلمان که در تاجیکستان زندانی شده است تلاش خواهند کرد. 7 کارخانه عظیم تاجیکستان از جمله شرکت برق تاجیک امسال به جای فایده ضرر آوردند. کارشناسان سبب را شرح می‌دهند. رهبران آنها برای فایده آور شدن این شرکت‌ها از جهت مالیوی چندان هوسمند نیستند. و از زندان به میدان جنگ، سرنوشت زاده‌های آسیای مرکزی که از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین رفته کشته یا بینشان شدند. من تخمین کردم که او به اوکراین رفته است چون که دایم طریق یک رقم به ما زنگ میزد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید دادگاه در دوشنبه عبدالله شمس‌الدین را به 7 سال زندان محکوم کرد. این پناهجوی تاجیک را ماه ینور امسال از آلمان راندند. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر گفت او به دعوت عمومی برای بازور تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. به نوشته سازمان، مرافعه روز 28 مارس آغاز شده به معیارهای مرافعه عادلانه جوابگو نبود. یک روز پیش رسانه‌های نزدیک به مخالفان هم خبر دادند که عبدالله شمس‌الدین، پسر یکی از فعالان مخالفان شمس‌الدین سعیدوف، در تاجیکستان زندانی شده است. از دتیوی که از لهستان پخش می شود نوشت عبدالله شمس‌الدین را بر اساس ماده 307 قسم 1 یعنی دعوت به افراطگرایی زندانی کردند. پیوندان شمس‌الدین خبر را تصدیق کردند. منبع‌های نزدیک به نظام دادگاهی تاجیکستان این اطلاع را تصدیق یا رد کردن نتوانستند. عبدالستار بابایف، رهبر کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی، حکم عبدالله شمس‌الدین را بی‌رحمانه خواند. او گفت این حکم سیاسی بوده، او را برای پدرش که از فعالان سیاسی است بدون دلیل جزا دادند. عبدالستار بابایف قبل از آغاز برنامه نظرش را در این باره گفت. دوستان در این نظر بودن که عبدالله آزاد میشد، ولی من از روی تجربه به آنها گفتم که تجربه نشان داد که هیچ نفر از چون شخصیت‌های که از نزدیکان آنها فعال سیاسی باشد نه کم از 7 سال تا 15 سال روانه زندان می شود و در اول با آنها خوش معاملگی میکنند، میگن شما یکم نگران نباشید آزاد بشید. چون وقتی که عبدالله با همسرش یک بار زنگ زد و اونا صحبت کردن، عبدالله که رفتی کار ما رو خودی رئیس کمیته امنیت ملی دیده ایستاده است و با آن وعده کرد که کارت خوب می شود و شما آزاد میشید. ولی ما چون همه زندانیانی که روانه زندان شدن و محکوم به حکم شدن در آنجا پیشکی با آنها چنین وعده را میدادند و حالا هم ما میبینیم که با عبدالله شمس‌الدین چنین وعده میدن که بگوید که خب در آنجا خب پدر شما یا که نزدیکان شما به یگام اقدام های سیاسی مقابل حکومت گپ نزنند آزاد میشوند، تو بالاخره آزاد میشوید و این هم باز یک سال دیگر این وعده بازی های مقامات قدرت تاجیکستان باز دوام میکند. این مبارزه دوام یابد. ما برای آزادی عبدالله شمس‌الدین تلاش خود را خواهیم کرد. تفصیلات بیشتر درباره سرنوشت عبدالله شمس‌الدین را در سامانه رجای آزادی پیدا کنید. محکمه رستم سعید احمدزاده دادرس پیشین که با حکم سفیدش معروف است نهایی می شود و عیبدار کننده دولتی برای اون 9 سال زندان طلب کرده است. سعید احمدزاده به دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ، غیر قانونی برآوردن حکم بر آمدن از حد وکالت‌های منصبی و قلابی عیبدار می شود. خود او این اتهامات را رد می کند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله می گویند سبب مشکلات دادرس یک نامه او به عنوان پرزیدنت بوده است. دادرسی پیشین از رئیس جمهور خواسته است که یک کمیسیون با صلاحیت مسئله را سنجد، ولی منابع رادیوی آزادی گفتند بر اساس همین مراجعت مقامات علیه رستم سعید احمدزاده با اتهام رساندن خبری بر دروغ پرونده باز کردند. منابع آگاه از پرونده بر رادیوی آزادی گفتند دلیل دیگر مقامات علیه رستم سعید احمدزاده بیکار شدن چند حکم صادر نموده او از طرف زینه بالای دادگاه می باشد. با گفته دو منبع از همجدای رادیوی آزادی، تفتیشات گفته است در یک سال 11
حکم دادگاه سید احمدزاده از طرف دادگاه ولایت سوخت بیکار شدند، ولی دادرس پیشین این دلیل را نیز رد کرده گفته است او حکم را قانونی صادر کرده است و بیکار شدن آن صلاحیت زینه بالای دادگاه است. ما برای گرفتن نظر دادگاه عالی به این نهاد مراجعت کردیم و منتظر پاسخ هستیم. در نظر است که روز دوشنبه 3 اپریل رستم سید احمدزاده در دادگاه سخن آخرین خود را ارائه کند و بعد از آن دادرس شادمان علیزاده برای قبول حکم به خانه مشورتی می رود. سید احمدزاده ماه ایون سال گذشته بازداشت شده بود. قضیه او بنابر آن پر سر و صدا شد که دادگاه های تاجیکستان خیلی کم حکم های سفید صادر می کنند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. برنامه را با گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان نام کارخانه‌های زیان‌آور را اعلام کرده است. این نهاد فعالیت بیش از 20 شرکت و کارخانه عظیم را تحقیق نموده به این خلاصه آمده است که چند شرکت از جمله برق تاجیک و تالکو در سال گذشته نتوانستند کارشان را به فایده انجام دهند. این دو شرکت از امتیاز و کمک‌های دولتی برخوردارند. چرا شرکت‌ها به این حال افتادند؟ برات یوسفی و علیشیر ظریفی به این سوال پاسخ جستند. وزارت مالیه تاجیکستان گفت 7 کارخانه عظیم کشور کاری خود را در سال 2022 با ضرر جمع بست کردند. این نتیجه گیری پس از یک ارزیابی فعالیت سالانه 21 کارخانه اعلان شد. پیش از همه شرکت برق تاجیک و شرکت جمعیت سهامی شده آلومینی تاجیک و اینجا مبلغی تاجیکیر البته تاجیک ترانسگاز آلومینی ساختمان کارخانه هستند که فعالیت خود را با ضرر جمع بست کردند. وزیر مالیه همچنین تاکید کرد که تحقیق نشاندادها تا ماه‌های ایون ایول ادامه می‌کند و نشاندادها مشخص‌تر خواهند شد. او تفصیلاتی بیشتر نداد. در همین حال شرکت برق تاجیک و تالکو نیز به مراجعت رسمی ما در این باره پاسخ ندادند که چرا سال را نه با درآمد بلکه با ضرر به پایان بردند. کارشناسان سببی به چنین نشاندادهای منفی جمع‌بست کردن فعالیت از قبیل برق تاجیک و تالکو را به طور گوناگون ارزیابی می‌کنند. یک کارخانه‌ای که فعالیت آنها به واسطه به برق ربط دارد، من گمان میکنم که سبب اساسیش این رشد کروپسیون هست. چون که ببینید همون کارخانه‌ای که از شما نامبر کردید بعضیشون برق با نرخ ارزان‌تری میگیرن. نجیب الله رجبوف رئیس شورای دیرکتوران کارخانه تالکو در نشست سالانه خبری وزارت صنعت سبب با نرخ ارزان دسترس کردن برق را از شرکت برق تاجیک شرح داده بود. استثمار در شرکت عظیم تاجیک علاقه 48 سال ادامه دارد و تکنولوژی که در اونجا عمل میکند بسیار کهنه و فرسوده شده‌اند. امروز آن را علاقه به پورگی عوض کردن طلبات زمان میباشد، زیرا خراجات برق، خراجات کوکس نفتی، انود همه این خراجات قوه کاری برای یک تن آلومینی بسیار گران میباشد. وضع مالیوی برق تاجیک شرکت مونوپولیست دولتی در بازار نیروی برق سالهاست ناگوار میماند. نمایندگان این شرکت دقیقاً معلومات نمیدهند که قرض این نهاد به چند رسیده است. سال 2020 حکومت حدود 5 میلیارد سومانی قرض این شرکت را در نزد وزارت مالیه بخشید، ولی به زودی قرض باز پیدا شده به صدها میلیون سومانی رسید. حکومت بارها این وضع را بررسی کرده اما تصمیم بنیادی در بابت آن نگرفته است. رهبران آنها برای فایده آور شدن این شرکت ها از جهت مالیوی چندان هوسمند نیستند، چون این شرکت ها دولتی هستند یعنی مالی هیچ کس نیست و آنها چون شفافیت در کار آنها وجود ندارد، شیوه اداره کارپوراتیوی وجود ندارد، بنابراین آنها هوسمند نیستند و به گمان است که به این شیوه کار در این سالهای نزدیک این شرکت ها موفق شوند. با اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا در سال 2022 تولید آلومینی اولیه در تاجیکستان 62,000 تن را تشکیل داد که نسبت به سال 2021 2.5% بیشتر بوده است. با اطلاع این نهاد سال سپری شده تاجیکستان 51,000 تن این متال را با مبلغ حدود 140 میلیون دلار به خارج صادر کرده است. در سال گذشته حجم استحصال نیروی برق در کشور در مجموع بیش از 16 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است که این نشاندار نسبت به یک سال پیش 360 میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است. این آمار وزارت رشد اقتصاد و سودا کاملا ضد اعلان وزارت مالیه است که سال گذشته را برای هر دو کارخانه بی‌برار نامیده است. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید
و آبو نشوید. شما اولین بیننده خواهید شد. باز یک محبوس تاجیک در اوکراین به هلاکت رسید. جنیدالله محمدالله 33 ساله تیر ماه سال گذشته از یک زندان روسیه به اوکراین رفت و 2 ماه پیش کشته شد. شمار کشته شده ها از تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی در جنگ بیشتر می شود. اکثریت از زندان با وعده آزادی به جنگ برده شدند. گزارش شهلای گلخواجه درباره یکی از محبوسان ازبکستانی است که در اوکراین به نام و نشان شده است. دلشودبек میگوید برادرش خوشنودبек را از زندان رقم 7 دهه اریسک در منطقه کراسنویارسک به جنگ بردند. او برای کشتار به 8 سال زندان محکوم شده بود. مادر یکی از محبوسان که خوشنودبek در زندان سیبیر با او ادای جزا میکرد به دلشودبek گفته است که برادرش به جنگ رفته است. من از برادرم پرسیدم که آیا حرفهای این زن واقعیت دارند؟ اما او به من گفت که این دروغ است. باور نکن، من خوبم. من تخمین کردم که او به اوکراین رفته است، چون که دایم طریق یک رقم به ما زنگ میزد و من همیشه به اون رقم پول میگذراندم. ولی چند پیش مرد ناشناس زنگ زد و گفت که در محبس همراه برادرم ششته بود و به این رقم تلفن دیگر پول نگذرانم، چون که برادری من دیگر از این رقم زنگ نمیزند. زندان اریسک مؤسسه اصلاحی مردانه نظامش سخت است. در آن افراد نگاه داشته می شوند که تکراراً جنایت‌های وزنین را صادر کردند. به گفته حامی حقوق بشری روسیه ایوان استاشین، پریگوژن توانسته است 150 محبوس این زندان را برای جنگ در اوکراین جلب کند. خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی با زنی صحبت کرد که پسرش همراه خوشنودبek به جنگ اوکراین فرستاده شدند. آنها از ماه نوامبر در اوکراین می جنگند. آنها را سازمان جنگی واگنر با آنجا برده است. همه‌شان در یک جا در آفدیفکا هستند. آنها برای 6 ماه قرارداد بستند. پسرم بعد مجروح شدنش از شفاخانه زنگ زده گفت به ما وعده دادند که ما را به زودی به روسیه میبرند. بعد معالجه پسرم را دوباره به جنگ فرستادند. من قطعاً مخالف رفتنش به جنگ بودم، اما او به گپم گوش نداد. تا از زندان رها شدنش همگی 1 سال دیگر مانده بود. من هر روز گریه میکنم. دلشودبek نیز میگوید زیاد کوشش کرد مانع رفتن برادرش به اوکراین شود. من توسط تلفن به برادرم می گفتم به آنجا نرو، احتمال زنده برگشتنت کم است و اگر برگردی هم در ازبکستان تو را جزا خواهند داد، چون که به شهروندان ازبکستان که در جنگ های دولت های دیگر اشتراک می کنند از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. تو در کشور دیگر ادای جزا می کنی، باز به اینجا آمده به زندان می روی. از 8 سال تنها 7 سال حکم مانده است. وقت زود می گذرد، به اوکراین نرو. فعلا نزدیکان خوشنودبek درباره زنده و یا مرده بودنش خبری ندارند. نفر با نام سرگئی که احتمالاً به جلب محبوسان منطقه کراسنویارسک به صف واگنر مشغول بوده است، در یک صحبت کوتاه با پیوندان خوشنودبek گفت اسم او در روی خط هلاک شده ها نیست. در همین حال اطلاع درباره شرکت مستقیم یوگنی پریگوژن در جلب محبوسان در 4 زندان کراسنویارسک از جانب روحانی محلی گیورگی کوسکوف تصدیق شده است. مؤسس واگنر ماه نوامبر سال 2022 به محبس‌های منطقه سفر کرد. در عین زمان بنا به اطلاع حامیان حقوق از آخر سال گذشته ملاقات محبوسان با نزدیکانشان در زندان‌های روسیه محدود شده است. به قبل آنها واگنری‌ها برای شرکت در جنگ اوکراین محبوسانی را که از روی ماده‌های سیاسی خیانت به وطن، تروریسم و یا اکستریمیسم زندانی شدند جلب نمی‌کنند. در این اواخر حامیان حقوق از آغاز جلب زنان در محبس‌های روسیه نیز خبر می‌دهند. و یک خبر، ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ممکن است روز 27 اپریل برای شرکت در تأسیس نخستین نیروگاه اتمی به ترکیه سفر کند. در این باره رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه خبر داد نخستین نیروگاه اتمی ترکیه اکویو از سوی شرکت روسی روساتوم ساخته می شود. روز 17 مارس دادگاه بین المللی جنایی در گاگ دستور بازداشت پوتین و وکالتدار حقوق کودک در روسیه را صادر کرد. و پایان برنامه رسیدیم. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاسنیکی دسترسند. بیننده عزیز، اگر شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. خدا نگهدار.